خیلی خوب، سلام به همگی و خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز میخوایم بریم سراغ یه ایده جالب از کتاب قانون 5 ثانیه. نویسندش مل رابینز و خب منابعش رو هم شما در اختیار ما گذاشتید. سلام. آره، ایده اصلیش خیلی سرراسته به نظر میاد. دقیقاً. میگه یه شمارش معکوس ساده 5 4 3 2 1 و حرکت. یعنی خودتو مجبور کنی که پاشی و یه کاری بکنی. جالبه که خودش یعنی مل رابینز اینو وقتی کشف کرد که به قول معروف ته خط بود. آره، میگفت حتی صبح‌ها نمیتونسته از تخت بیاد بیرون. میدونی یه جورایی مثل اون داستان ماهی‌های دیوید فاستر والاسه که نمیدونستن توی آب هستن. که اینطور ما هم گاهی از این نیروهای درونی که جلومون رو میگیرن خب غافلیم دیگه. بیاین ببینیم این قانونه چیه اصلاً. حتما. نکته مهمش اینه که این فقط یه شعار انگیزشی نیست، میدونی؟ آها. پشتش یه منطق مغزی هست. مغز ما کلاً طراحی شده که از خطر، از چیزای سخت، چیزای نامطمئن فرار کنه. خب آره، طبیعیه. آره، و به محض اینکه یه ایده‌ای، یه غریزه‌ای برای انجام کاری میاد سراغت، فقط چند ثانیه وقت داری. یه پنجره خیلی کوچیک. قبل از اینکه مغز شروع کنه به بهونه آوردن. دقیقاً. قبل از اینکه شک و تردید و اگه نشه چی و اینا بیاد سراغت. این قانون 5 ثانیه در واقع یه جور میانبر ذهنیه. هک ذهنی. آره، یه هک ذهنی. با این شمارش معکوس اون چرخه تردید رو میشکنی عمدن و اون بخش پیشانی مغزت رو، همونی که برای تصمیم و اقدام فعال میکنی. همون پریفرانتال کورتکس. آفرین. هدفم همینه که ببینیم این شمارش چطور کمک میکنه از فکر خالی بری به سمت عمل. خب خود قانون که خیلی ساده به نظر میاد. یعنی هر وقت حس کردی باید یه کاری کنی؟ هر کاری. آره، هر کاری. بلند شدن از تخت، حرف زدن تو جلسه، شروع یه کار سخت. فقط بشمار 5 4 3 2 1. حرکت. همینه. گفتی ایده‌ش رو از پرتاب موشک گرفته. آره، اون شمارش معکوس قبل پرتاب. ولی خب این سادگیش یه سوالی ایجاد میکنه، نه؟ چطور؟ یعنی این برای کارهای بزرگ، ترس‌های عمیق‌تر هم جواب میده یا فقط برای همین چیزای کوچیک روزمره است؟ سوال خوبیه. واقعاً. چون به نظر میاد خیلی ساده است برای مسائل پیچیده. ببین، درست ساده است اما اثرش میتونه عمیق باشه. این شمارش مثل یه تشریفات شروعه، یه جور استارت زدن. آها. تحقیقات مثلا کارهای آنتونیو داماسیو نشون میده ما بیشتر با احساس تصمیم میگیریم تا منطق. یعنی میپرسیم حسش هست الان این کارو بکنم؟ دقیقاً. و معمولا هم حسش نیست. این قانون کمک میکنه بگه آقا حسش مهم نیست، عمل مهمه. احساسات رو از عمل جدا میکنی. جالبه. نمیتونی حست رو کنترل کنی ولی عملت رو چرا؟ آفرین. و این روش دقیقاً اون پنجره 5 ثانیه‌ای رو هدف میگیره. بین اون غریزه اولیه و شروع مقاومت ذهنی. فرقی نداره کار کوچیک باشه یا بزرگ. اون مکانیزم اولیش یکیه. و خب توی منبعم پر بود از مثال اینکه همین کارهای کوچیک چقدر میتونه اثرات بزرگ داشته باشه. آره کاملاً. از داستان خود مل رابینز که شغلش رو عوض کرد تا نمیدونم، من خودم واقعاً فکر میکنم صبحها برای بیدار شدن به درد میخوره. قطعاً. یا برای شروع اون گزارشه که هی عقب میندازیش. دقیقاً. یه مثال دیگه داشت مردی به اسم چارلی با همین 5 4 3 2 1 برای شروع ورزش تونه 176 پوند وزن کم کنه. عجب، 176 پوند. آره. یا یکی دیگه کورتنی بعد سالها با پدرش قهر بود، با همین 5 4 3 2 1 زنگ زد بهش. وای، پس فقط برای شروع کار نیست، برای روابط هم هست. بله. و نکته دیگه اینه که به مرور اعتماد به نفس واقعی میسازه. چطوری؟ چون اعتماد به نفس از عمل میاد، از اینکه کاری رو انجام میدی، حتی وقتی میترسی. مثل اون مهندسه که تو کنفرانس سیسکو درونگرا بود ولی 5 4 3 2 1 اومد و رفت با غریبه‌ها حرف زد. و بعدش حتما حس خوبی داشته. عالی. میگفت حس فوق‌العاده‌ای بود. حتی نویسنده میگه به کنجکاویاتون، حتی حسادت‌های کوچیک توجه کنید. شاید سرنخ باشن. که چی رو واقعا دوست دارید دنبال کنید. آره، دقیقاً. خب پس هم شروع کردن، هم اعتماد به نفسه، هم شاید پیدا کردن مسیر. ولی خب فقط استارت زدن که کافی نیست، هست؟ نه، معلومه که نه. استمرار اصل کاره. دقیقاً. این قانون اون حل اولیه رو میده، اون جرقه. اما موفقیت واقعی، اون چیزی که طولانی مدته پشت کار میخواد. که البته مل رابینز هم بهش اشاره کرده. آره، مثالهای خوبی هم زده. جیمز دایسون مخترع جارو برقی 5127 نمونه اولیه ساخت.
5000 تا؟ آره، یا پیکاسو بیش از 50,000 اثر هنری، یعنی باید ادامه بدی. قانون 5 ثانیه عالیه برای شکستن اون سکون اولیه، ولی بعدش باید با نظم و تعهد بری جلو. کاملا منطقیه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم حرف اصلی چیه؟ حرف اصلی اینه که قدرت تغییر دست خود شماست. همیشه هم بوده. و این قانون 5 ثانیه فقط یه ابزار برای رسیدن بهش. دقیقاً. یه ابزار ساده و کاربردی. شجاعت یه چیز عجیب و غریب نیست که فقط بعضیا دارن. تو وجود همه ماست. فقط باید پیداش کنیم و ازش استفاده کنیم. و لازم نیست منتظر لحظه خاص یا حس آمادگی باشیم. اصلاً. به قول مل رابینز، شما فقط یه تصمیم 5 ثانیه‌ای با یه زندگی کاملاً متفاوت فاصله دارید. جمله سنگینیه ها. آره، ولی جالبه. ببین، این قانون جادو نمی‌کنه. قرار نیست همه مشکلات رو حل کنه. اون تلنگر اولیه رو میزنه. دقیقاً. اون شکاف رو پر میکنه بین فکر کردن به یه کار و انجام دادنش. یادتون باشه زندگی مجموعه‌ای از همین لحظه هاست، همین تصمیمای کوچیک. موفقیت هم شروع کردنه و هم ادامه دادن. حالا سوال اینه، شما منتظر چی هستید؟ چه کار کوچیکی هست که همین الان، همین امروز میتونید با یه 5 4 3 2 1 انجامش بدید؟ شاید همون کاری که خیلی وقت داریم عقب میندازیمش. دقیقاً. همونی که ته دلتون میدونید باید انجام بشه، اون غریزه هی داره بهتون میگه وقتشه. 5 4 3 2 1.